салом бинандагони азиз ва ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Имрӯз 25 апрел аст ва ҳоло як нигоҳи кӯтоҳ ба унвони чанде аз гузоришҳои барнома. мардуми чоркӯҳи Исфара мегӯянд, агар як моҳи дигар об нагиранд, тамоми зироатҳояшон хушк мешавад ва оби хӯрданӣ ҳам нахоҳанд дошт. об мехӯрдагӣ ҳам нест ки ҷомушӯйиҳо моя ҷомушӯйиҳо моя дига ҷоҳо бибурда кастед. вазирони амрикоӣ ба Украина рафтанд ва ваъда доданд ки ба Киев кӯмакҳои иловагии низомӣ мерасонанд. ва таъсири идомаи ҷанг дар Украина ба кори муҳоҷирони Осиёи марказӣ, бахусус тоҷикон дар Русия сахтару бештар мешавад. март, мой апрел мавсими кори то мой октябр меявуд. Бояд ки дар ин масъала бояд мушкил набошад. Кор бисёр бояд бошад, пул бисёр бошад, лекин нестад. гурӯҳе аз сокинони минтақаҳои назди марзии Тоҷикистон чанд ҳафта боз аз камбуди об шикоят доранд. оби сокинони ҷамоати Чоркӯҳ ва Овчи қалачаи ноҳияи Исфара ва Бобоҷон Ғафуров аз тарафи Қирғизистон меояд. мақомот мегӯянд барои ҳалли мушкил чандин маротиба бо ҳамтоёни қирғизашон вохӯрдаанд. масъалаи тақсими об борҳо боиси сар задани муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон шудааст. Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Фарзон Муҳаммадӣ зимни сафар ба Исфара ин мушкили мардумро таҳқиқ карданд. طریق این جوی از دهه کوکتاش قرقیزستان به چارکوه تاجیکستان آب می آید، اما قریب یک ماه است که جوی خشکیده است. این حالت ساکنان چند محله جماعت چارکوه را در وضع دشوار گذاشته است. هر سال مثلا همین 2 ماه خوش میشد، دیگه همین خوش میشدن با وقت شنده یک هفته به یک بار اونده میشه. آب عموما ما آب تنقیص نمیکشیم. من تمام یکی نوع کاتشکی ما زردالماش خوشیده میبره دیگه. یک ماه دیگه آب نمیاد، هوا گرم شده دیگه. این نمیدونم این چوکلش یکونم میده. همه حق همسایه گره یک هفته میداره. حق همسایه ها گره یک هفته میداره. همسایه ها اونده همه میگیره. امید یک گروه از ساکنان چارکوه حالا این حوضها هستند. رئیس محله عباد فیض‌اللهیف میگوید آب این حوض فقط برای چند روز دیگر میرسد. یکتون تو مال ما همه حوض خانه ها ما یگان تا کبوتی نیاخلا. آب میخوردگی هم نیست که جاموشویی ها مایه جاموشویی ها مایه دیگه جاها ببرده کستید. من گلهمی و حولم نشان تیم چرکش یک وجه پریمشتگی. مشکل تامین آب فعلا در محله های عباد فیض‌اللهیف، بوستان، لنگر و لنگر دشت جماعت چارکوه به نظر می رسد. در این محل ها بیشتر از 10,000 اهالی زندگی می کند. عین همین مشکل در جماعت اوچ قلچه ناحیه باباجان غفورов هم وجود دارد. آبی همه این دهه ها از قرقیزستان می آید. مقامات قرقیز تا حال در این باره واکنش نکردند. جانب تاجیکستان می گوید برای حل مشکل با همسایه کشور گفتگو دارند. ما امروز حقیقت با گفتشنود گذارنده همسایه ها که قرقیز ها که سیکو بابا از اوانبار با کانال یاری رسان پرتفته صبح دریای اسفاره با فروورده خوجگاه با تقسیم کرده ایستاده بیم، لیکن این آوام باشد ناکفایه است. برای آنکه امروز بارشات نیست، هوا نسبت دیگر وقت گرمتر شد. همه به نگاه نکرده بچه کارگرای ما همه چهارراه هم بخواستند که آب کتی تامین کنند. برای حل مشکل بی‌آبی در منطقه‌های نزد مرزی، نمایندگان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب به اسفره آمدند. امید مقامات و هم مردم این است که با گرم شدن هوا آب دریا زیاد شده، مشکل آنها نیز برطرف شود. تامین آب در منطقه‌های نزد مرزی یکی از مشکل‌های اساسی میان تاجیکستان و قرقیزستان است. تقسیم آب چندین مراتب باعث سر زدن مناقشه میان دو طرف شده است. مولو رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی شهر اسفره. انتونی بلینکن وزیری امور خارجی و لوید اوستین وزیری دفاعی آمریکا وعده دادند که به اوکراین با ارزش 700 میلیون دلاری دیگر کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم می‌رسانند. دو وزیر در این باره پس از سفر به کیف در شام 24 اپریل و ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خبر دادند.
نصف از این مبلغ برای اوکراین و نصف از آن برای شریکان آمریکا در ناتو و منطقه صرف می شود. سفر دو مقامی بلندپایه آمریکا به کیف در روز صورت گرفت که از جنگ روسیه در اوکراین 2 ماه رسا گذشت. انتونی بلینکن گفت که روسیه در این جنگ به مقصدهای خود نرسیده است و اوکراین است که موفق می شود. در این جنگ که روز 28 فوریه شروع شد، هزاران نفر کشته و مجروح شدند. بعد این جنگ کشورهای غربی و اروپا علیه روسیه تحریم‌های سخت اقتصادی اعلان کردند. در پس منظر تحریم‌ها بر ضد روسیه، آینده بازار کار این کشور برای مهاجران تنگتر می شود. از حالا در روسیه مهاجران زیادی از بیکاری و بد شدن شرایطشان شکایت می کنند. گروهی از کار اختصار شده و در جستجوی کار سرگردانند و گروه دیگر هفته هاست نمی توانند حق کارشان را بگیرند. سرنوشت مهاجران تاجیک چی خواهد شد؟ همکارم مومین احمدی در این باره گزارش دارد. حالا اینجا تاجیکای مترو میتونه این نرخ نوا روزی نه. ما اینجا همه ما جمع شدگی روزی نه. ده ها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در مسکو برای کم شدن حق کارشان اعتراض کردند. این مهاجران در شرکت دسترس کننده دیلیوری کلاب به حیث خطکشان یا کوریر کار میکنند. به ادعای آنها شرکت از 21 اپریل نرخ هر فرمایش را از 120 به 90 روبل پایین آورده است. К этому относимся с понимаем ситуацию в стране и в мире. ما وضعیت در کشور و جهان را درک می‌کنیم، اما می‌خواهیم مبلغ پیشینه برگردانیده شود. شرکت در پاسخ به ناراضگی مهاجران گفته است از بس که میزاج و فرمایش کم شده است، آنها با هر راه دیگر کوشش دارند درآمد کوریرها را نگه دارند. تقریبا در 2 ماه اخیر شکایت مهاجران در روسیه از کم شدن معاش، سری وقت نگرفتن حق کار و بیکار ماندن زیاد شده است. بحرالدین از زمان آغاز حادثه های اوکراین چند بار جای کارش را عوض کرده است. سبب پرداخت نشدن حق کار است که به اندیشه او احتمال تأثیر تحریم های غرب علیه روسیه است. این مشکل در 2 ماه، این مشکل بیکاری و تأخیر در معاش فقط در ماه ینور، در ماه فوریه بیشتر رخ میداد. این روزی موسم کار است. ماه مارس، ماه اپریل موسم کار است. تا ماه اکتبر نمیاد این باید که در این مسئله باید مشکل نباشه. کار بسیار باید باشه، پول بسیار باشه، نیکی نیست. مراجعت و شکایت از بیکاری و اختصار شدن به سازمان‌های کار با مهاجران و حامیان حقوق هم زیاد شده است. اکثریت مهاجران حاضر بیکار ماندن و بسیار از خودتایی که برای ما زنگ زده جای کار میپرسند. چطوری که به همگان معلوم است بسیار از شرکت هایی که از اروپا و از امریکا هستند در روسیه فعالیت کاری خود را منع کردند و برای از همین سبب بسیار از مهاجران به جای کار ماندند و بسیار هم برای ما مراجعت میکنند برای یعنی پیدا نمودن جای کار. روسیه کشوری اساسی مهاجر پذیر از تاجیکستان است. طبق اطلاع روسیه سال گذشته بیش از 2 میلیون نفر به مهاجرت رفتند. اکنون برخی با جیب خالی و بیکار به کشور برمیگردند. برنامه را با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. در یک ناحیه ولایت قندهار افغانستان در گذشته بازار افیون در یک هفته 2 روز برگزار می‌شد. حالا در آن همه روزه افیون خرید و فروش می‌شود. طالبان اول وعده دادند کشتزارهای کوکنار را محو می‌کنند، اما بعداً گفتند به سبب بحران سخت اقتصادی به کوکنار پروران دست نمی‌رسانند. گزارش صدای آمریکا از یک بازار فروش کوکنار در افغانستان را کیومرثی عطا پیشنهاد می‌کند. بازار فروش تریاک در جنوب افغانستان. ساکنان دهه حفظ مدد در ناحیه ژره قندهار اینجا به تجارت شیره کوکنار مشغولند. خوشحالی در چهره های روزگار دیدهشان هم از دریافت پولی ناچیزی است که از فروش افیون به دست می آورند. ظاهراً تریاک سرچشمه اصلی درآمد عائله های آنهاست. کوکناری که کشت می شود همین مردم فقیر تخمیان را قرض گرفته کشت می کنند. اگر این کار نباشد کودکانشون از گرسنگی می میرند. حالا هیچ کس برای کسی دیگر 1 افغانی هم قرض نمی دهد. افیون و یا شیره کوکنار سالهاست که از همین کشتزارها جمع آوری و در بازار حفظ مدد به فروش گذاشته می شود. ژره از ناحیه هایی است که
امسال در آن کشت کوکنار بیشتر شد. اما دهقان‌ها میگویند که خشکسالی حاصل کوکنار را کم کرده است. بدون این چیزی دیگری حاصل نداریم. امسال آب نبود. امسال حاصل کمتر شد. قشاقی بیش از هر وقت دیگر پیر و جوان را به این زمین ها کشانده است، حتی از ولایت های دیگر. ما حدود 6 ماه منتظر اینجا بودیم. پول نیست، ما جوانان بیکارند. ما برای نیش زدن این همه مدت انتظار شدیم. حالا به کار مصروف هستیم. فعلا بسیار خوش هستیم. تمام جوانان مصروف کارند و کار خوب است. کاری که طعم و لذت آن در کامها زودگذر است، دار و ندار نسل‌های امروز و فردا را برباد می‌دهد. چند پیش ملا هیبت الله رهبر طالبان دستور داد که کشت کوکنار در افغانستان منع شود، دستوری که دهقانان را وادار خواهد کرد به فکر کشت زراعتی دیگری باشند. ترکیه از لحاظ کشتار زنان یکی از نشاندادهای بدترین را در اروپا صاحب است. یکی از گروه‌های معروفی که با این ظهورات مبارزه می‌برد، ما به کشتار زنان خاتمه می‌بخشیم نام دارد. اما شاید این گروه را به زودی بندند که ممکن است باعث خشم و اعتراضها در ترکیه شود. شهلای گلخواجه تفصیلاتی بیشتر دارد. اعتراضگران در استانبول عکس‌های زنان کشته شده را در دست دارند که بیشتری آنها را دوست پسر و یا شوهرانشان به قتل رساندند. گروه ما به کشتار زنان خاتمه می‌بخشیم در صف پیش این تظاهرات و تشبس‌های دیگری قرار دارد تا اینکه مشکلات مذکور در سطح سیاسی بررسی شود. اما حالا این گروه برای بقای خود مبارزه می‌برد، چون که از جانب حکومت طبق کودکس شهروندی ترکیه به پایمال کردن ارزش‌های اولیوی و اخلاق اولیوی عیبدار می‌گردد. من خیلی خشمگین و غمگینم. من فکر می‌کنم که این نسبت ما زنان بی‌عدالتی است. ما با جنایتکاری مبارزه می‌بریم و حکومت ما را دستگیری نمی‌کند. گروه مذکور در ترکیه و خارج از آن برای راه‌اندازی معرکه‌هایش و شرمسار کردن مقامات توصیف می شود که به گفته فعالان در حفظ زنان ناکامند. همچنین آن به خانواده‌های قربانیان که در تلاش دریافت جبران می باشند یاری حقوقی می رساند. ولی پرونده‌ای که دادستانی باز کرده است می تواند باعث بسته شدن گروه گردد. این بسیار ترسناک است. ما حتی درباره آن که اگر گروه همان را بندند چی می شود حرف نمیزنیم. ما برای حفظ گروه همان مبارزه می بریم. برخی تحلیلگران این قضیه را تلاش رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تحکیم سیاست محافظه‌کار خود می‌دانند. حکومت این اتهام را رد می‌کند. اردوغان ترکیه را از کنونسیون استانبول، نخستین پیمان بین‌المللی که هدفش حفظ زنان از خشونت است، خارج کرد و گفت که آن ارزش‌های اولیوی را نقض می‌کند. سال جاری در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا عاید حقوق بشر از وضع بد ترکیه در مورد خشونت علیه زنان تاکید شده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از اقدامات ترکیه بر ضد گروه انتقاد کردند. گروه مذکور در بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه درباره مشکلات موجوده در بسیاری از مناطق مختلف کشور کامیاب بود و چنین به نظر می رسد که کوشش بستنشان یک نوع انتقام علیه آنها برای موفقیتشان می باشد. نزدیکان زنان کشته شده از قوی‌ترین جانبداران این گروه بوده وعده دادند که از آنها پشتیبانی می‌کنند. وقتی که آنها پلتفرم زیرین را هدف قرار می‌دهند، این به معنی است که ما را هدف قرار می‌دهند. آنها بار دیگر به زخم‌های ما ناخن زدند. در پایان تظاهرات نام کشته شده ها اعلام گردید و ظاهراً در آینده نیز به این رویخط دهشتبار اسم‌های نو وارد می‌شوند. ولی چون حکومت برای بستن گروه ما به کشتار زنان خاتمه می‌بخشیم کوشش به خرج می‌دهد، احتمالاً فعالان گروه دیگر امکان طلب عدالت را برای قربانیان نخواهند داشت. سپاس از شما بیننده عزیز که تا این لحظه برنامه با ما بودید. خدا نگهدارتان.